دردمند و به دوای سرزمین ما. حیات زندگی خودش مبارزه است. حالا درباره وصف وطن کردی. من دائما با مردم تاجیکستان چنین مراجعت میکردم: شکرانه وطن کنید، شکرانه وطن کنید. بی وطنی زنده در گور در آمدن برابر است. بسیار وزین است و ما همین روزهای سخت سنگین عیناً پس سر کردیم. میلیون ها گریزه بودند، میلیون ها، 157,000 کشته شدند. هر چیزی که میبینید این بعد برقرار شد. بعد مردم با مهنت سرجمی ملت با آباد کردیم، ساختیم. ناامید نشوید از زندگی. حیات همین است. بسر انسان 1001 پسی و بلندی ها و مشکل است. همه این چیزها پس سر میشه.